زنی که کاش میچینه و یا کسب و کارش کاشچینی باشه در لعنت الله گرفتار است. یعنی چنین زنی لعنت شده است. زنهایی که در سالن کرستتی کار میکنن و برای زنها کاشچینی میکنن، یعنی کسب و کارشان کاشچینی است، در لعنت الله گرفتارند. پولی که از این راه به دست میآورند هم حرام است. فرزندانشون حرام میخورند. طبق روایت مسلم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله لعنت کرده است زنایی را که کاش میچینند و زنایی را که کسب و کارشان کاشچینی است. خواهرای عزیز، خودتان در لعنت الله گرفتار نکنه. معنای لعنت از رحمت الله دور بودن است. نتیجهش در دنیا و آخرت خیلی خطرناک است. خانه‌تان میسوزانه و روزتان سیاه میکنه و از بسیار نعمت ها محروم میکنه. در آخرت هم عذاب دردناک در انتظار شما است. از این کاشچینی شما تنها شیطان و مردان فاسق خوشنود میشوند، ولی الله رب العالمین ناراض و غضبناک میشود. چرا این را شما نمیفهمید؟